سوراب بابی یک جوان توجیک با نشر یک مراجعتنامه ویدیویی در فیسبوک از عزمش برای تأسیس حزب نو سیاسی با نام حزب عدالت تاجیکستان خبر داد. در این ویدیویی که 1 دقیقه دوام میکند، سوراب بابی میگوید امروز 15 دکبر سال 2020 است. من سوراب بابی در جمهوری تاجیکستان یک حزب عدالت تشکیل میکنم. هموطنان عزیز، بخواهید که ملت آسوده و سربلند داشته باشید، بخواهید که در وطن دوباره عدالت برقرار شود، من شمایان عزیزان را به حزب دعوت میکنم بیایید در این حزب شامل شوید. او درباره ساختار این حزب و مرام و برنامه‌اش تفصیلات دیگر نداده است. معلوم نیست که این ابتکار شخصی خود این جوان است یا در پشت او کدام نیروهای ایستادند. آیا این حزب در کجا تشکیل می شود و در کجا و چگونه عمل می کند؟ تلاش پایگاه خبری بامداد برای تماس با سوراب بابی نتیجه نداد. او به درخواست ما در مورد مصاحبه درباره تأسیس حزبش تا حالا پاسخ نداده است. ولی پیگیری مطلبی که سوراب بابی در صفحه‌اش در فیسبوک می‌گذارد نشان می‌دهد که این مطلب‌ها با یک لحن بیشتر عامیانه نوشته شده روحیه اپوزیسیونی نسبت به حکومت امروزه تاجیکستان دارند. آخرین حزب‌های تشکیل شده در تاجیکستان حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی بودند که هر دو سال 2005 تأسیس یافتند. بسیاری از ناظران امور این دو حزب را حزب کیسگی مینامند، چون که هر دو در اکثر مسائل از سیاست حکومت کنونی تاجیکستان پشتیبانی میکنند و بیرون از دایره برایشان کشیده شده حرف نمیزنند. آخرین تلاش تأسیس حزب سیاسی را در تاجیکستان صاحب کار شناخته و وزیر سابق صنعت تاجیکستان زید سعیدوف در بهار سال 2013 کرد، ولی او را همگی 1 ماه بعد اعلان عزمش بازداشت و به 29 سال زندان محکوم نمودند. بعد او دیگر کسی به ساختن حزب سیاسی در تاجیکستان عزم نکرد. در حال حاضر در تاجیکستان در مجموع 7 حزب رسما ثبت نام شده عمل میکنند. تا سال 2015 در تاجیکستان حزب نهضت اسلامی نیز قانونا عمل میکرد، ولی آن با قرار دادگاه عالی بسته شده برای خطای سیاه سازمان‌های افراطی و تروریستی شامل کرده شد. حالا این حزب اساساً در اروپا عمل میکند.